چشم انسان چند مگاپیکسل است؟ چشم انسان یه دستگاه فوق‌العاده پیچیده و بی‌نظیره که اگه بخوایم اونو با یه دوربین مقایسه کنیم میشه گفت وضوحش حدود 576 تا 580 مگاپیکسله. البته این عدد بیشتر یه تخمینه و واقعا هم اینطور نیست که چشم ما مثل دوربین‌های دیجیتال عمل کنه. ولی خب واسه اینکه یه مقایسه ساده داشته باشیم میشه گفت که چشم آدم یه چیزی توی این مایه‌ها وضوح داره. حالا اگه بخوایم بیشتر توی جزئیات بریم، چشم انسان مثل یه دوربین که همه چیز رو توی یه لحظه با وضوح ثابت ثبت میکنه نیست. چشم ما فقط یه بخش کوچیک از صحنه رو با وضوح خیلی بالا میبینه، همون جایی که بهش فوویا میگیم و توی مرکز دیدمونه. اینجاست که ما بیشترین جزئیات رو میبینیم، اما باقی تصویر رو با وضوح پایین‌تر میبینیم و حتی ممکنه یه سری از جزئیات رو اصلاً نبینیم. با این حال چون چشم ما همیشه در حال حرکت و اسکن محیطه و مغز هم این اطلاعات رو خیلی سریع پردازش میکنه، ما دنیا رو با یه وضوح بالا و یک پارچه میبینیم. یه نکته دیگه هم هست که چشم رو از دوربین‌ها متفاوت میکنه. چشم ما توانایی خارق‌العاده‌ای در تشخیص رنگ‌ها، سایه‌ها و تطبیق با شرایط نوری مختلف داره. مثلا وقتی از یه محیط روشن وارد یه محیط تاریک میشیم، چشممون خیلی سریع به این نور کم عادت میکنه و ما میتونیم ببینیم. این تطبیق پذیری و دقت رنگ‌ها توی دوربین‌های دیجیتال هم هنوز به این حد نرسیده. حتی پیشرفته ترین دوربین ها هم توی بعضی شرایط نمیتونن به خوبی چشم ما عمل کنن. حالا چرا میگیم 576 مگاپیکسل؟ چون اگه بخوایم تصویری که چشم ما از یه صحنه میگیره رو با یه دوربین دیجیتال مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که برای رسیدن به همون سطح از جزئیات و وضوح، یه دوربین باید حدود 576 مگاپیکسل داشته باشه. ولی این مقایسه فقط یه مدل سازی ساده است و حقیقت ماجرا خیلی پیچیده تره. چشم انسان نه فقط یه حسگر تصویری، بلکه یه پردازشگر فوق‌العاده هم هست که دنیا رو به شکلی دقیق و پویا به ما نشون میده. پس میتونیم بگیم که چشم ما یکی از شاهکارهای طبیعت و تکامل انسانیه. یه دستگاهی که با وجود همه پیشرفت‌های تکنولوژی هنوز هم هیچ دوربینی نتونسته کاملاً باهاش رقابت کنه. با از همه چی همراه ما باش.